بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم هموطنان عزیز، دوستان ارجمند، آزادی خواهان راه حق. همچنانه که دوستان گرامی من به شما وعده کردم که هر روز وابسته به جنایت‌های رحمانوف و خیانت‌های رژیم امام علی رحمانوف و اطرافیان رژیم رحمانوف و آن چیزی که در سیاست ناپاک و و سیاست تروریست امام علی رحمانوف و خانواده این تروریست انجام یابد به شما روشنی می اندازم و به شما از فعالیت‌ها، از پنهانکاری‌های این اولاد، از جنایت‌های اینها با شما صحبت میکنم. امروز میخواستم درباره رهبر کارخانه واحد دولتی رای آهن کامیل میرزا علیف، بچه جمعه پدخلیمی از ناحیه مسکو است که میگن، بچه جمعه پدخلیم میگن، پدرش جمعه پدخلیم است و خودش هم یک پدخلیم است، بخاطر که پدرش بسیار پدخلیمی میکند. این کامیل میرزا علیف امروز رهبر کارخانه واحد دولتی رای آهن است و یکی از نزدیکان داماد امام علی رحمان صاحب محمد ظاهر است و میخواستم اول از تاریخ کامیل میرزا علیف یک کمی درباره این صحبت کنم. کامیل میرزا علیف یک وقت محافظ سیدشاه شمالوف بودن و در آن وقت طریق سیدشاه شمالوف با ظاهر شناس میشوند، با محمد ظاهر داماد رحمانوف، و آهسته آهسته دوستی را برقرار میکنه و همین دوستی و باوری اینها اجازت میدهد که به کامیل اینا در مهمانخانه تاجیکستان در مسکو، یک مهمانخانه تاجیکستان است در مسکو، در همین مهمانخانه رئیس همین مهمانخانه تعیین گردد و در یک وقت دو فعالیت اجرا میکرد و اون مواد مخدری که از جانب ظاهر و از جانب اطرافیان ظاهر و کانال های ظاهر که روان کرده میشد، اینا چیکار میکرد؟ ظاهر کنترل میکرد. یعنی مواد مخدری که از جانب اینها روانه کرده میشد در فدراسیون روسیه، این یک نارکو کوریر بود در اونجا. هم رئیس این مهمانخانه بود در مسکو و هم چی بود؟ هم یک نارکو کوریری و یک نشجلابی ظاهر در مسکو بود و غیر از این رحیم رمضان که امروز وزیر کارهای داخلی، این هم در همون وقت با کمک خود همین کامیل میرزا علیف در مسکو هر دوشان فعالیت میکردند و رحیم رمضان هم درباره این فعالیت های خودش انجام میدادند و محض همینا بودند که و یک مناقشه بین یعقوب سلیموف و بین رحیم رمضانوف بود در پیش در خوبالی. وقتی که یعقوب سلیموف در آن وقت وزیر بود، رحیم رمضان سرداری میلیسه خوالینگ بود. این رحیم رمضان در همون وقت چه خیانتی که بالای مردم خوالینگ انجام میداد و یعقوب سلیموف رحیم رمضانوف از همون کار آزاد میکنند
و در نزد اون مردم به خاطر دزدی و غارتگری و چپاولگری شرمنده می‌سازد. و این دو ابله، یکی کامل میرزاعلیف و یکی رحیم رمضانی کثافت، این یعقوب سلیموف با راه‌های فند و فریب با پول‌های کلان از روسیه و تاجیکستان انتقال میتن. محض همینا. و بعد از این کامل میرزاعلیف به تاجیکستان میآید و یک چند مدت معاون کارخانه واحد دولتی رای آهن کار میکند و بعدا 3 میلیون دلار در صاحب افزایر میدهد. رهبری کارخانه واحد دولتی رای آهن تعیین می شود از جانب پرزیدنت. غیر از این کامل میرزاعلیف صاحب چند تجارت ها و غیر از این صاحب تجارت هروئین با صاحب افزایر است. من یک نکته نازک را در شما باید که آشکار کنم. در تاجیکستان زیاده از 60-70% مواد مخدر با راه آهن انتقال داده می شود. محض در اینجا یک آدم باوریناک برای اینا لازم بود که در راه آهن اینا چیکار کنن؟ تعیین کنن. و مخصوصا در این کار مواد مخدر کی دست دارد؟ معاونای وزیر کارهای داخله دست دارد، حسن اسدالله زاده دست دارد، صاحب افزایر دست دارد، صاحب شمسلو هم در مواد مخدر گذشته است. یک چند وقت ما پیش درک یافتیم. و این بچه امام علی رحمان، رستم امام علی هم در مواد مخدر گذشته است. یعنی برای اینا یک نفری در کار بود که چیکار کند؟ مواد مخدر آدم باوریشان باشد که در این واگن‌ها بار کنه و دیگر کشورها انتقال بده. مخصوصا برای آهن جابجا میکنه، برای آهن مواد مخدر و دیگر کشورها انتقال میده. مخصوصا تمام عملیات های مواد مخدر با طریق راه آهن با در داخل واگن ها، در داخل پخته، در داخل دیگر موادهایی که از تاجیکستان به دیگر کشورها انتقال میتن، مخصوصا در داخل اینها به دیگر کشورها انتقال داده می شود. مخصوصا کنترل کننده این که فعلا پیشتر این همه را امان الله حکوموف انجام میداد و فرزندش با همین مواد مخدر در روسیه دستگیر کرده شده بود و امروز مواد مخدر انتقال دهندش در دست راه آهن است. راه آهن رهبرش کامل میرزاعلیف است. این پدخلیم، این پدرش پدخلیم است. این پدرش جمعه پدخلیم میگن، لقبش پدخلیم موندگی است. بسیار پدخلیم بودگی است. فرزندش هم پدخلیم. مخصوصا همین آدم امروز انتقال دهنده مواد مخدر ظاهر است. صاحب محمد ظاهر، داماد جناب خر، داماد جناب تروریست، داماد جناب اکستریمیست، مخصوصا داماد همین حرامزاده امام علی رحمان. امروز نفرانی خود تعیین میکنند مواد مخدر را به تاجیکستان طریق واگن ها به کشورهای خارجه انتقال میتن. نام تاجیکستانی را در عرصه بین المللی پس میزنند. چرا ابله اغباشی بیننگ ناموسی پدخلین امروز این ملت شرمنده و شرمسار کردند.
این کمالک پمالک جمالک از کجا پیدا شده؟ چرا این کمالک امروز نام ملت پس میزند؟ چرا این دزدک این غارتگرک امروز نام ملت پس میزند؟ چرا این داماد و پدر لعنتی رحمان مخصوصا با اینها همکاری میکنه؟ چرا این دامادی رحمان 3 میلیون دلار از این رای آهن پارا میگیرد این وظیفه میده؟ چرا این 3 میلیون دلار که این کمالک این کامل از کجا پیدا میکنه؟ این کامل خداداره این پول از کجا پیدا میکنه 3 میلیون؟ این کامل میرزاyev 3 میلیون دلار در ظاهر داده است تنها به خاطر وظیفه گرفته. این کارخانه رای آهن پس چی میشود تقدیرش؟ این کامل میرزاyev از کجا این 3 میلیون باید پوره کنه؟ وظیفه دهی اومدی و تبدیل کنی در تاجیکستان تجارت شده است. در خانواده رحمانوف، در خانواده این کسی که تروریست تجارت شده است. این کسی که بیناموس امروز وظیفه های دولتی را تجارت میکند، طریق دامادهایش، طریق دخترهایش، طریق فرزندان فاحشه‌اش. وقتی که شما ببینید وقتی که این مردک 3 میلیون دلار میتد، حتما از همه امروز از تمام کشورها نگاه کنید واگن‌های تاجیکستان معلوم است، اما واگن‌های 20 ساله و 15 ساله و 30 ساله پیش است. اگر دیگر قطارها گذرند صدایش خیلی کم است. وقتی قطارهای تاجیکستان میگذرد گوشات میکند میبرد با خودش. کوه نشدگی هستند، همه فرسوده شدگی هستند، بازم در این قطارها مردم میکشانند. تمامی واگن‌ها از کار برآمدگی هستند، تمامی این کارخانه فرسوده شدگی است. کارخانه امروز چی میخواهد؟ امروز میخواهد که تجهیزات نو، امروز میخواهد که عوض کرده شود اون راههایی که فرسوده شدگی هستند، آن چرخهایی که فرسوده شدگی هستند، آن واگن‌هایی که فرسوده شدگی هستند. امروز شکلی نوی تکنیک را میخواهد. 20 ساله 30 ساله چیزا در ما و شما امید میارن استفاده میبرن. حیات سلامتی ما زیر خطر است در داخل قطارها. در داخل قطارها حیات زندگی تمامی شهروندان زیر خطر قرار گرفته است. ولی این بدبختان، این دجالان، این نرکبران، این نشه جلابان فقط در فکرشان نشه جلابی خود هستند. این یک عمل است. ده ها و صدها عمل اینها است. این سلسله فیلم ها این اولش است. این سری های اول سلسله فیلم های خانواده رحمانوف است که من به شما نقل میکنم. این دوام دارد. این خیلی طولانی دوام دارد. این من هر یک کثیفی خانواده این کثافت حرام را من به شما گپ میزنم. هر یک خانواده دختر بچه و کچه این تروریستی امام علی را من به شما حرف میزنم که در حکومت این فسادکار، در حکومت این رشوتخور، در حکومت این فسادزده امام علی رحمان چقدر انسان‌های غشد غلیظ، انسان‌های تار و تارتنک، قربکه‌ها، کلاسک‌ها، اژدهارها، خرها جایگیر هستند. حکومتی خرها هستین، حکومتی اژدهارها هستین، حکومتی دجالان هستین، حکومتی فسادها هستین، حکومتی فاحشه ها هستین. هر روز برای شما نقل میکنم که چگونه مردم اینا غارت میکنن، با کدام راه توسط اینا مردم غارت میکنن. این کاملوف میرزا یک رستوران تریوال اخوتا گفتنی دارد، رستوران شکارچیان در طرف همین زیلیانی بازار یا در طرف پشت
در طرف همین زیل پشت تاجیک صادرات بند است. این بدبخت در این رستورانش فقط دختران در این رستوران میآیند، از دیگر طرف افغانا میآیند در این رستوران افغانا میگن اینا. اصلا در این رستوران جاتر افغانا شرمنده‌های خارجی هستند و از دیگر طرف دختران تاجیک هستند. این دخترها را چیکار میکنن؟ این دخترها را زکات میکنن، این دخترها را فرمایش میدن، مخصوصا در رستوران همین رستورانش به یک فاحشه‌خانه، به یک طرفخانه فاحشه‌خانه مبدل. در این رستوران مخصوصا ظاهر می آید. در این رستوران دخترها را ظاهر زکات میکنند. در هر جای یک دختری زیبا است، مخصوصا همین کامل میرزا علیف، این یک خلیم است کو در کجا یک دختری زیبا را پیدا کنند با فند و فدر در نزد داماد امام علی جلب آورده میتن که اینا چیکار کنند؟ تجاوز کنند. این فعالیتش این است، کارش این است. این بدبخته یک مردکی کلان سال، یک مردکی 50 ساله قریب، کارش فقط چی است؟ تیر کردن این دخترهای جوان نزد داماد رحمانوف است. این یک وقت همون محافظ سیدشاه بود. امروز ملت هم ملت ازبک است. امروز میبینیم که بچه کارها دست دارن. اینها همه فاحشه هستند. اینها نفرهایی هستند که در فکر ذکرشان آینده این کشور نیست، آینده این کارخانه نیست. در ذکرشان دزدی کردن است، در فکرشان دزدی کردن است. یک نفر 3 میلیون دلار داد در روی وظیفه آمد، اون چی میشود عاقبتش؟ عاقبتش دزدی میشود، عاقبتش غارتگری میشود. این است دوستانی عزیز. این است امروز که اطرافیان رحمانوف با چیکار مشغولن؟ با فروش وظیفه ها مشغولن. وظیفه ها را تقسیم میکنن، شاخه به شاخه میفروشن. با همین طریق، با همین سیستم ها فروخته میشود وظیفه های تاجیکستان. هر نفر میخواهد یک نفر اقچه با یک نفری که در یک جای مخصوص مانده می شود، اون از چند نفر عبارت می شود. با یک نفر دلالتگو می شود. این ظاهر می آید میگه این آدم باورینا که من است، مواد مخدر با همین آدم میتونیم دیگه همکاری کنیم. اینها تجارت خودشون بین خودشون میدونن که کدامش تجارت میکنن. حکومت تاجیکستان چنین یک شخصیت ها وجود دارد، چنین یک پدخشها، چنین یک ابله های احمقی دوست وجود دارد. امروز کارخانه رای آهن به دهن زدگی است. او یک نفر امالله حکومت، یک خوگی دیگر، یک لعنتی دیگر، یک پدر لعنتی خیشی رحمانوف، اون دوزی رفت این حکومت بسته بود. با یک دوزی دیگر آوردن سر این شنودن. یک دوزی لعنتی دیگر با از رفیقای محمد ظاهر، پدر لعنتی یک کثیف دیگر آوردن شنودن. در این تاجیکستان دیگر یگان آدم نیست، فقط دوزها، غارتگرا، چپاونگرا، بیناموسها و بیشرفها صاحب وظیفه میشوند. 3 میلیون دلار میتن وظیفه میگیرن. در ما چندین صدمه ها شاهد صدمه ها هستیم که چقدر صدمه ها با وجود آمدن. افسران به خوجند می آمدن، چگونه صدمه با وجود آمد. در خود فرغانه، در خود کشور ازبکستان چگونه به صدمه دوچار شدن.
ما شاهد هستیم ده ها صدمه ها با وجود آمدن. همه اینا سبباش تکنیکی بودن، ولی اینا امروز کسی گفت نمیگوید. کسی نمیگوید که این عیب کارخانه رای آهن بود. برای همین امروز کارخانه رای آهن شما نگاه کنید، در امود اگر وگذاری روسیه من میدیدم وقتی که می آمد پاییز تاجیکستان، از امو افتش معلوم بود که این پاییز از کجا است؟ از تاجیکستان است، از شکلش، از نمودش. ولی از داخلش میلیون ها دلار هروئین می برآوردن. میلیون ها دلار در داخل این پاییزها هروئین خواب بود. این نرک بیزنس ها و نرکبران ها فقط در تجارت های شخصی خود این راه ها استفاده میبرند. رای آهن یگانه راهی هست که امروز حسنک، پسنک، چسنک همشون از این چیکار میکنن؟ استفاده میبرند. تجارت نرکوتیک خود در کشورهای خارجی براه میماند. این است. این از حکومتان این کاملا بشناسید. این کاملی نرک بیزنس و نرکبران نشجلا و پدخلیم با لقب پدخلیم بشناسید. این هم یکی از دشمنان ملت است. این هم از یکی از نزدیکان این حکومت امام علی رحمانوف است. یکی از نزدیکان دامادش است. بسیار مسئله هایی که در دختر فروشی و دختربری و دختر توفکنی این بچه هم دست دارد. چند شهروندای تاجیکستان در خارج کشور توفه کرده گشتند. من یک برادر نقل کردم، در یک عرب یک دختری تاجیک از همین تاجیکستان میبرند، در یک عرب توفه میکنن. همین زایر با یک نفر دیگر از همین تاجیکستان میرود، یک دختر را فریب کرده، یک دختری زیبا را با خود میبرند و در یک عرب توفه میکنن دختری تاجیکه. شما ببینید برادرای عزیز، وقتی یک دختری تاجیک اینها میبرن توفه میکنن، آیا این ملت برای اینا توفه است؟ آخه پدر لعنت این حرامزاده این صاحب زایر، پدر لعنت خدازاده این کی است؟ آخر این لعنتی کثیف، این پدر لعنت حرامی، یک پدرش نفاحشه بود. این پدرش شریف ها میگفتن گورش در بگیرد. این پدر لعنت، این پدر لعنت پدرش یک آدمی کثیفی حرام بود. این از مردمی قرغان تپه میشناسد. یک غرب شریف غرقش میگفتن اینا. این پدر زایر همون پدر لعنت یک شریف مسافد حرامی، همین احمق بود. یک مسافد خدازاده بیناموسی بیشرف بود. این فرزند همون است آخر. این فرزند همون کثیف پدر لعنت است آخر. خودش پدر لعنت بود، فرزندش هم پدر لعنت شد. من میشتی خودش یک دختری تاجیکه میبرد در عربستان توفه میکنه. این کثیف ها، این مظلوم ها با راهی فند فرد چکار کرده ایستادن؟ استثمار کرده ایستادن، به حالت غلامداری تبدیل یافته اید. دلیل دیگرشون یک دختر برآمد در همین زیل صحبت کردن. فعلا در استرالیا هستند. انشالله من روزهای نزدیک این دختر پیدا میکنم. من این دختر پیدا میکنم تا سازمان های ملل متحد این پدر لعنتی صاحب محمد زایر من از تگ زمین پدر لعنت میابم برای این جنایتش، آدم فروشیش، آدم رباییش. من این لعنتی زایر محمد زایر من از تگ زمین پیدا میکنم. این کثیف لعنتی را ریزه میکنم دنداناشا. این از فهمم. این خواهر من میروم نزدش. من این همش جابجا میکنم. این کثیف داند کی؟ این لعنتی داند کی؟ این مردم زنده. این کثیف ها داند کی روز این کلاب نزدیک است. اگر تگی زمین روند ما از تگی زمین پایهای از گوشاشون میبرداریم. اگر آسمان روند ما از پایهایشون میقپیم. این کثیفان از ما گریزی ندارند. مبارزه ما باید این کلاب انجام نمییابد. این از دان این برادرها.
مبارزه ما باید انقلاب انجام نمیاد. تو ما این اولاد است برای هر یک جنایتش، برای هر یک عملشون جوابگر نباشند در نزد قانون، ما اینها را جزا از رها نمیکنیم. تو اگر ندیرش اگر که این پدر لعنت ها را گناهگار باشد، ما اینها از تگ زمین کوفته میابیم. این لعنتی های کثیف حرامزاده را، این باقی پدرها را ما پیدا میکنیم. اینها ایتر فکرشان آرام نگیرن که ما پاسپورت های انگلیسی و پاسپورت های امریکایی و کانادایی و اروپایی داریم. اینا از خیالشون برادن. راه های هستن که میگیره میاریم شما، میگیره میاریم پدرلانت رو در نزد مردم جوابگر میشون. این کثیف ظاهری لعنتی گوشلاخه، این پستی حرام، این لعنتی باید نبینه. این خوب کثیف فاحشه نداند. امروز 3 میلیون دلار از مردم میگیرد، مردم وظیفه میدهد، برای همه این جواب میگیرد. این کامیل میرزا علی هم پدر لعنتی کثیف هم جواب میگیرد برای این عملهای کردگیش. برای اون مردمی تاجیکستان با مردمی افغانستان یک جا کرده و یک فاحشه خانه ساختن شد، برای اونم جواب میگیرد. فاحشه خانه ساختن، وای رستوران نیست، وای طربخانه نیست، پریوال خود طربخانه نیست، وای فاحشه خانه است. دخترای جوان 17 16 ساله در اون فاحشه خانه چیکار میکنن؟ میروند یک جا میشه با افغانا روپرو میشوند. $200 $100 قطع این مردم فریب کرده برده با تجاوز میکنن. این مردم زنا میکنن با این مردم. ابیک شده است برای اینا. تجارت شده است مردم تاجیکستان. دخترای تاجیک تجارت شده است برای این کامیل میرزا علیف. اینا تجارت میکنن از بدبختی مردم، تجارت میکنن از تنگی مردم، از نادانی مردم استفاده میبرند، از سختی مردم، از سرخمی مردم، از ناتوانی مردم اینا استفاده میبرند. این بدبختی را خودشان آوردن بالای ملت. امروز از این بدبختی ها استفاده میبرند بالای ملت. این است مشکلی توای مردمی ملت مظلوم تاجیکستان. هر طرف نگاه کنیم این لعنتی ها پا گذاشتگی هستند. هر طرف نگاه کنیم در کرتوک مردم، در گلوی مردم پا گذاشتگی هستند. مردم عزتمند، تا بکی این روزها دوام کند، تا بکی ما بیرویم پشت این بدبختی ها. ما ایده ایستاده ایم که ما در چاه رفته ایستاده ایم. چرا امروز پیش راه این چاه نمیگیریم؟ چرا بالای این چاه را روی پشت نمیکنیم؟ میبینیم و بازم در چاه میرویم. با مثل گیبناس شده هستیم، با مثل به ما جادو کرده هستند، با مثل به این ملت جادو شده است. این ملت به مثل که از خود هیچ درک نمی کند. در حالت شاک است این ملت. از این بدبختی ها این اولاد کثیف، این اولاد تروریست امام علی استفاده میبرند. باید از این اولاد چیکار کنیم؟ ما دورجویی کنیم. باید این اولاد نیست و نابود ریشه‌کن کنیم که در یک حکومت ما یک اولاد، یک خون این کثیف لعنتی حرامزاده پدر لعنتی امام علی نباشد. از این پدر لعنتی امام علی شیطان ترین هیچ جای دنیا نیست. من در گازیت های اروپا خوندم رحمانوفا در جهان افیریستی سال اعلان کردن. افیریستی سال در جهان اعلانش کردن. یک با نفوذترین مجله دنیا، تحلیلگرش در مسئله فریب های دنیا که کدام حکومت ها زیادتر مردم را فریب میکنن،
امام علی رحمانفر در جای اول قرار دادن گفتن افیریستی ما کلانترین در جهان کی است؟ رحمانفر است. این ملت مردم شد و چنان فریب میکرد و چنان دروغ میگد و چنان شیطانی میکرد که در هیچ روی دنیا چنین شیطانی وجود ندارد. افیریستی سال این رحمانفر، این خانواده رحمانفر، دامادهای قاتل رحمانفر، دخترهای جلبی رحمانفر، دخترهای فاحشه رحمانفر، کش سواری حرامزاده امام علی رحمانفر. امروز جوان مردا میاناتون سخت بندید. امتحانی بزرگ پیش ما و شما قرار دارد. امتحانی باید بزرگ ما سربلندانه بگذاریم. اینجا امتحان است. اینجا توانمندی است. اینجا ما و شما باید که میانمان مستحکم بسته باشد. ما و شما این اولاد دزدها، این اولاد تارتنکها، این اولاد کژدمها، این اولاد بیناموسها، این اولاد بی‌شرفها را چیکار میکنیم؟ از بین میبریم. ما بر ضد تروریسم، بر ضد اکستریمیسم مبارزه میبریم. بر ضد این تروریست ها، بر ضد این اکستریمیست های امام علی رحمانفر و خانواده این اکستریمیست مبارزه میبریم. اینها تروریست ها هستند. ما بر مقابل تروریست ها امروز مبارزه میکنیم. انشاءالله و رحمان. انشاءالله و خداوند ما و شما را به این راه پیروز و سربلند نگرداند. و هر یکی ما و شما باید شبانه روز در شبکه‌های ادنا کلاسیک فیسبوک در همه جا این اولاد را چیکار کنیم؟ تمامی جنایت‌هاش را فاش کنیم. تمامی صحبت‌ها در دایره این اولاد انجام بدیم که مردم دانند از این اولاد اکستریمیستی، تروریستی، قتل، کشتار، دزدی و غارتگری خانواده را دانند. رشوتخوری و فساد این اولاد را دانند. چقدر فساد زدن این اولاد. حکومت در زیر دست یک اولاد قرار دارد. حکومت در زیر دست خود گرفتن یک اولاد. گویا که در این ملت، در این مردم تاجیکستان یک اولاد وجود دارد. یک اولاد تروریست ها، یک اولاد اکستریمیست ها آمدن حکومت گرفتن. امروز هر یکی ما و شما باید در مقابل این تروریست، در مقابل این اکستریمیست چیکار کنیم؟ میانمان سخت بندیم. خداوند ما و شما در این راه پیروز میگرداند. بیایید هم قدم و هم سفر ما باشید. هر نفر شهر مرد امروز ما دعوت کرده ایستادیم. از شما هم خواهش میکنیم شما هم دیگر آدم‌ها را دعوت کنید. دیگر دوستاتون با دیگرها را دعوت کنند. دعوت کنید. ما با دعوت پیروز میشویم. ما با فهماندن پیروز میشویم. ما امروز با جوان مردا، با مردمی که امروز در بر ما است احتیاج داریم. این شهر مردا امروز پهلوی ما ایستادن، اینا احتیاج دارن. بیایید با کمک همدیگر برسیم، با قدر همدیگر برسیم. بیایید با یک دست و با یک حرکت، با یک مشت بالای این تروریست ها حمله انجام بدیم. بالای این اکستریمیست های خانواده امام علی حمله انجام بدیم. تمامی دنیا میداند که امام علی تروریست است. تمامی جهان میداند که امام علی اکستریمیست است. این خانواده دوست است. این خانواده قاتلان هستند. این خانواده فسادکاران هستند. این تمامی دنیا میداند. از این کثیف لعنتی افیلیس سال تمامی جهان میداند. به همین خاطر دوستان عزیز میانتون بندید. مستحکم میانتون بندید. حرکت شروع میکنیم انشاءالله. نصرت خداوند نزدیک است تاجیکستان. سرجم سربلندانه یک جا جمع شویم. شهر مردا، جوان مردا روز 24 در ترکیه در شهر استانبول ساعت 2 در نزدیک کنسولگری جمهوری تاجیکستان در شهر استانبول یک گردهمایی، یک میتینگ تشکیل کرده می شود.
حرکت کنید، در این میتینگ اشتراک کنید، روید. انشالله با امر الله تعالی ما نزدیک آبادگی هستیم. ما حرکت خود شروع میکنیم. این کلاب نزدیک است. ما این کلاب میخواهیم در تمام جهان. گفتیم در تمام جهان داد زدیم که ما این کلاب میخواهیم. دیگر همه راه ها برای ما بسته شد. ما این کلاب میخواهیم. تمام. اینم جهان شنید. جهان گفتیم که ما قربانی تروریسم، قربانی اکستریمیسم گشتیم. اینم شنید جهان. واقعا ما شخصا رهبریت گروه 24 و گروه 24 چی شدن؟ قربانی تروریسم شدن، قربانی اکستریمیست شدن، قربانی تروریسم و اکستریمیست خانواده امام علی تپک، امام علی خدازاده، امام علی خوب، امام علی کثیف، حرامزاده، به شرفی بیناموس گشتیم. اینا تمام جهان دید. ما اثبات کردیم که ما تا امروز هیچ یک عمل انجام ندادیم بجز دعوت کردن، بجز مردم برای انقلاب آموده ساختن. ما جهان را گفتیم که ما راه نداریم. زمینه‌های رسیدن با راه دموکراسی وجود ندارد در تاجیکستان. با راه انتخابات، با راه برقرار ساختن این حزب و حرکت نه وجود ندارد. ما مثال‌ها آوردیم، شاهد بودن، جامعه جهانی دیدن که چگونه زید سعید به خاطر تصمیم حزب نو تاسیسش تاجیکستان نو برده به 26 سال پشت زندان کردن. ما دیدیم که برای یک حمایت کردن زید سعید که بیگناه بود شهرت قدرت و به مهلت 9 سال بردن پشت زندانی کردن. اینا ما شما دیدیم، جهان دید. انتخابات 1 مارس نشان داد که امام علی رحمانوف حکومتش انقلاب میخواهد. تمام اپوزیسیون از بیرون از پارلمان کردن نشانه انقلاب بود. اشاره بر آن بود که رحمانوف جز انقلاب دیگر هیچ راه ندارد. یگانه راهی که امروز برای مردم مانده است انقلاب، انقلاب، انقلاب است. ما انقلاب میکنیم. اینا آشکار برای مردم میگیم. ما دیگر پنهان نمیکنیم که پشت پرده کاغذ پیچ گپ مانه که ما این خیلی میخواهیم. انقلاب میخواهیم. ما کنکریت در انقلاب میخواهیم. ما کنکریت در رژیم رحمان برداشتنیم از تاجیکستان. رژیم تروریست را برداشتنیم. رژیم اکستریمیست را برداشتنیم از تاجیکستان. دقیق انیق. انشاءالله دعا کنید از خداوند که در این انقلاب ما و شما را پیروز سربلند مشرف بگرداند. شهر مردای این سرزمین بیروید. مردمی که در ترکیه رفته میتوانید اشتراک کنید. مردمی که در این جد نشستید در مبارزاتون مستحکم کنید. مستحکم در ادمکراسی که فیسبوک اینجا مستحکمانه مبارزه برای اینکه وقت ما هم کم مانده است که مردم را بیدار کنیم. دعوت کنیم برادرها. ما دلیل داریم. امروز ما دلیل مستحکم داریم که باید عدالت در تاجیکستان برپا کنیم. دلیل قوی داریم. اگر که ما با این دلیل ها چشم نپوشیم ما پس بی‌ناموس هستیم. ما امروز دلیل داریم برای دلیل، برای ناموسمون، برای دینمون، برای حقمون، برای وجدانمون، برای حمایت حق کنستیتوسیونیمون چیکار میکنه؟ بر مقابل این دجال، این تروریست، بر مقابل این فرعون مبارزه خودمون انجام میدیم. به همین خاطر دوستانی عزیز، هر نفری که در هر سرزمین هستید، در هر کشور هستید، یک دست با کمک هم دیگر، با یاری هم دیگر این ظالم باید از تخت بیرون بسازیم. امروز این توانمندی و قدرتمندی را ما باید داشته باشیم. ما برادر عزیز انشاءالله در این راه سربلند میشویم. کمی دیگر مانده است. کمی دیگر مانده است. حرکت انجام می شود. انشاءالله فقط جرأتمندی شما شکست رحمانوف است.
انشالله ما و شما در این راه پیروز میگردیم. انشالله خداوند ما و شما را در این راه پیروز میگرداند. این ظالم خیلی ظلم کرد بالای این مردم، خیلی ستم ها کرد. هیچ یک در تاریخ فرزندی این کشور بالای این ملت به مثل رحمانوف این خانواده کثیف بیشرف چی نکرده است؟ خیانت نکرده است. یگانه آدمی که بالای این ملت دولت خیانت کرده است این خانواده رحمانوف است. این اولاد بیشرف بیناموس رحمانوف است. این دخترهای کثیف رحمانوف است. این دخترهای فاحشه رحمانوف است. این زن فاحشه رحمانوف است. این زن جلب رحمانوف است. به همین خاطر کسی به مثل این حرامزاده ها برای من و شما خیانت نکردن. نه پارلمان داریم. اگر که فردا در پارلمان یک قانون به خواستی این خانواده شود یا به دامادش اگر بگوید که این قانون را عوض کنید، این قانون را به همین شکل وضع کنید، عزیزه جلب زن رحمان رو زنگ بزند، میگوید که همین قانون چی شود؟ عوض کرده شود، تغییر داده شود. عوض شود همین درست چی قانون را تغییر میدن. قانون را به منافع خودشون تغییر میدن. قانون میرود پشت چی؟ پشت منافع خانواده رحمانوف. نه پارلمان داریم، نه حاکمیت اجرایه داریم، نه حاکمیت قانونگذار داریم، هیچ چیز نداریم. مردم همه در یک اطراف مانده. این خانواده در یک اطراف با کمان و با تیر و توپش. امروز باید که همه اینا با مردم وصل کنیم، با مردم یکجا کنیم، با مردم مستحکم کنیم. به همین خاطر دوستان عزیز، دوستان ارجمند، هر نفری که امروز میتواند، هر نفری که امروز میخواهد آینده تاجیکستان را بهبود بیند، پس یکجا و یک تن یک دل باید شویم. کاری دیگر برای ما و شما مانده است. انشاءالله انقلاب ما و شما انجام میدیم. انشاءالله این آدمایی که امروز عمر علی قوت و خدا رحمتی را به قتل رساندن، انشاءالله که جزاشون خیلی خوب میگیرن، خیلی خوب میگیرن. فرمایشگرای این خودی امام علی رحمانوف و خودی رحیم رمضان، خودی صاحب شمس الله، یکی از پدر لعنت های دیگر، اون پدری باسی احمق سیاه احمقش، اینم جزای خوب میگیرد. این خیلی جزا میگیرد. تا فرزنده و دیگری که این در این کار دست داشتن همش جزا میگیرد. تا زنش، تا خودش، تا اولادش همش چی میگیرد؟ جزای خوب میگیرد. ما همه دانیم این کار کی تشکیل کرده است. برای ما دیگر همه چیز معین شده است. من انشاءالله درباره اینا بازم فردا درباره امام علی رحمان صحبت میکنم. یک چند دزدی های خودی رحمانوف و چند عملیات های امام علی را من فردا انشاءالله با شما در مورد خود امام علی رحمانوف، در مورد فعالیت کاریش، در مورد دزدی هایش، در مورد دیگر کارهای غریزش که شما که نمیدانید، من فردا انشاءالله اینا برای شما گپ میزنم. مرحمت برادرای عزیز، سوالای خودتون مطرح کنید. انشاءالله ما برای سوالای شما جواب میگردونیم. یک سوال بتین ما برای شما یک جواب گردونیم، بهتر میشه. مرحمت برادران. سلام. سلام علیکم برادران. سلام علیکم تشرفینا خوبی تینجی برادر. یک سوال همو عملو کنه بچه شا مقدار چند کیلو گیرین دستگیر کرده بودم در شهر فدراسیون روسیه. اول با ایوازی اول دو چکورو قبیده بودن، چکور کرده بودن اینا مودا میفهمونده.
سلام علیکم استاد مهربان. یک سوال داشتیم درباره همین سلیمان و همون بازداشت شدگی که درباره قتل استاد مهربان گناهکار دونستنشان درباره باید اون معلومات میداده در چی وی است دربارهشون چی گپ خبر است یگان معلومات میده استاد مهربان و خدا شما رو از این از غیورتر و با قدرت. تشکر زیاد برادر عزیز گرامی. در موردی به قتل رساندن و نفرانی که امروز در زندان‌های ترکیه با همین قتل با همین کشتار گمانبر دانسته میشوند، استاد گرامی عمر علی خدا رحمت و مغفرتشان کند، عمر علی قوت و همیش گناهکار میشوند. ما بعضی معلومات‌های کافی داریم و انشالله که تا یک موردی معین میخواهیم که این معلومات را آشکار نکنیم و بعداً که ببینیم که نتیجه ها چی میشود ما این معلومات ها را بعد پخش میکنیم و انشالله که ما معلومات های پوره و دقیق داریم در این باره که کی فرمان داده است کی چی خشت است. این ما معلومات داریم و انشالله که این بعد پسانتر ما در شما میگیم. و در موردی بچه امانالله حکوموف، البته وقتی که بچه امانالله حکوموف در روسیه دستگیر میکنن این یک مناقشه بود، مناقشه بین حسن اسدالله‌زاده بود و وقتی که اینها انتقال مواد مخدر چقدر میکنند و در اینجا امانالله حکوموف نسبت حسن یک مناقشه برپا میشود و در مناقشه این بچه اینا در همون روسیه زکاز میکند. حسن اسدالله‌زاده و اینا در همون روسیه میدارن میقپنشن. وقتی میقپن اینا با دیگر کوشش میکنن، حتی آموده میشون که 10 میلیون دلار همین قدر بتن که این آزاد کنن و نمیتن و آخرام آزاد نمیکنن و آخرام اینجا خیلی مقدار زیاد بود ولی 9.5 سال یا 9.5 سال روان زندانیش میکنن. بعد از چند مدتی که دیگر طاقت امانالله حکومت تاق میشود و آخرام با امام علی میبراید که همین لاچیکا و همین هوانوردار را چکنن دستگیر کنن در قرغن تپه و تا که بچه اونا آزاد کنن و در عوض همین بچه که امانالله حکومت آزاد کرده میشود و این شما میتونید که با پوره و مستحکم از دیگر دایره های اخباراتی پیدا کنید و در این باره خیلی بحث زیاد هستند. انشاءالله که امیدوارم که شما پیدا میکنید و در همون سالها خیلی ضرر برای مردم تاجیک برای مخصوصا مهاجرا خیلی زیاد رسیدگی بود. این شما میتونید که با در یوتیوب و در دیگر جاها خوب تماشا کنید. تشکر زیاد. مرحمت دیگر سوال باشد وابسته به انقلاب سوال بتین، وابسته به وضع کشور سوال بتین که ما بتونیم در مسئله انقلاب پیشرفت کنیم. ما امروز انقلاب میخواهیم، باید زیادتر اطرافای انقلاب صحبت کنیم. سلام علیکم استاد مهربان. الو سلام علیکم. می‌بخشید درباره محرابی نیست که در تاجیکستان بود کن درباره هم کمتر معلومات میدادین چه خیلی هم محرابی نشید مردم با مردم از سومشون گرفتن چه کار شد چند در این باره معلومات دادین. سلام علیکم استاد مهربان. امی برای عمیق میلیون دلار امیو کار میکنن در همین تاجیکستان یگون چه آبادی نمیکنن، زواد پواد نمیسازن، برای همین یک کم ترک معلومات میداده برادر. السلام علیکم استاد شرفالدین گدو. شما یک سوال دارم که حاضر بچه خوب در تاجیکستان کار و فعالیت برده ایستادین درباره انقلاب برادر جان همین در ویم کاغذات در پسی ماشین های
таксион استودیون برادر جون همون باید کنید که اگه آدمی کمبغل چیه در پسای ماشین همون نچسبونن، چون که اونها نمیدونن اونها رو دستگیر کنن، مردمی کمبغل رو عذاب میتن. همون در تنهای اگه دیوار رو در تنهای همی اگه جایی که اتوبوس همی آدم کش همینو چسبونن یا اگه جایی که چه در موب چسبونن برادر جون کمبغل بیچاره ممکن یک تاکسی کار میکند برای ریسک روزیش اون رو دستگیر کنن، ممکن با اون مشکل میشد برادر جون. هم برای همین گام میزدید برادر عزیز. تشکر جد برادر عزیز. در مسئله مهر بیزنس، مهر بیزنس یک پیرامید بود، این گذشت رفت، ولی پیرامیدی که امروز رحمانوف تشکیل کرده از بالای ملت، این مهر بیزنس شما 0.1% نمی شود. این مهر بیزنس 0.1% اون نمی شود. پیرامیدی که امروز خانواده رحمانوف، امروز اولاد دوست دجال امام علی رحمان ساخته است، اون 1% پیرامیدی مهر بیزنس نمی شود. این اولاد و چنان مردم دوزیده ایستاده است که سر این موضوع باید ما زیادتر گپ بزنیم، سر دوزی های رحمانوف گپ بزنیم. در مسئله برادر، در مسئله وای سوال دادم، همین قدر پول هایی که اینها میدزدند به خارج کشور میبرند این پول را. در تاجیکستان اگر زواد فابریکه بسازن، شما با گشته با تاجیکستان میایید. وقتی قوه و نیروی توانای مردم تاجیکستان و تاجیکستان آمد، وقتی که مردم زندگی آسایشته و آرام داشته باشد، اینها بالای مردم ظلم کرده نمیتونند دیگر. برای اینها خوب است که مردم بیرون از کشور باشند، اینها مردم غارت کرده بگردند. برای اینها خوب نیست زواد و فابریکه بسازن. برای شما در بیرون بودن امنیتی اینا را تامین میکنید. در همه کشور وقتی که مردم صاحب جای کار است، مردم در خانه‌اش زندگی میکنه، مردم دیگر وقت میآورد با سیاست نگاه کند، وقت میآورد بخواند، وقت میآورد فرزندش تربیت درست کند، وقت میآورد فرزندش دانشمند شود. اگر فرزند این آدم دانشمند شد، این فردا دعوا میکند که میگن این حق من است. آخی تو رحمانوف، تو این اولاد امام تپک، تو این حق نداری بالای مردم انجام بدی. این مردم همه صدا بلند میکنند. وقتی که مردم صاحب جای کار نیست، صاحب جای کار درست نیست، این برای اینا فایده داره. برای چی؟ وقتی شما در خارج کشور هستید، فرزند شما تربیت درست نمیگیره، زن شما تربیت درست نمیبینه از اطرافیانش، با شما نیست، حالت روحی پسیکولوژی اون عذاب میده، در غم غصه شما دیگر هیچ وقت هم نمیاد به سیاست نظر کنند. شما از اون بدتر، شما از زنتون بدتر، در غریبی از ترس لرز در کدام کنج دیوار و در کدام یک جا 20 نفر 30 نفر خوابه، حتی یک حرفی درست هم با هم دیگر زده نمیتونه. پریشان بودن شما برای این حکومت خوب است. اگر شما در یک کشور باشید، اتحاد و اتفاق باشید، یک روز یک حکومت یک عملی ناجا میکند، شما اینو برمیدارید، میگید ای بابا این حق تو نیست. وقتی که یک خواهر شما را تجاوز میکند، همه شما برمیخیزید میگید ابله احمق، آی بیناموس کثیف، تو را کی حق دادی نکنی؟ اونم میزدید سور میکردید، شما یک جا میشدید. امروز که پریشان هستید، خواهر شما را تجاوز میکنند، حجابش از سرش میگیرند، هر کاری که انجام میتن میکنند. به خاطر شما دور هستید، پراکنده هستید، پریشان هستید. وقتی شما یک جا باشید این عمل انجام نمیشود. برای رحمانوف این حکومت تروریست پریشان بودن لازم است. مخصوصا نظامی را به وجود میارد که
ترتیباتی را به وجود می‌آورد که مردم چی شود؟ پراکنده شود. تجارها در تاجیکستان زواد و فابریکه کارخانه ساخته نتوانند. برق به کشور افغانستان میفروشد و به شرکت‌های تاجیکستان نمیده. شرکت‌های تاجیکستان بیچاره کم قشاق میشن، بانکروت میشن، از بین میروند. ولی شرکت‌های افغانی از این برق چی میکنن؟ فایده میگیرن، تولیدات به وجود میارن، صاحب جای کار میشوند مردمش. مردمی تاجیکستان چی؟ هیچی. یک اولاد، یک مکانیزمی را ساختگی است که مردم پریشان و پراکنده کردگی است. این انشالله ما شما باید بسیطرک در اطراف این موضوع یک روز من برنامه میکنم. انشالله در باره این مفصل صحبت میکنم. عامل های با وجود آوردن این چی باعث میشه، کدام. سلام علیکم برادران تاجیک. ما به شهر بکسان زار و گدا افتاده ایم. دوز یاران عزیز و اقربا افتاده ایم. زورق ما را ربوده موج طوفان ازل، تشنگانیم در غم آب شفا افتاده ایم. صد دریغا وقتی برگشتن به ما یاری نکرد، مثل دان گندم در راستی افتاده ایم. ما زیخون برادر در بگیم در بیرون گلستان 20 برادر تاجیک قده پلوا خویم. به خدا قسم کو زفتر میکنیم تمام با پگه زفتر در همین حالت ما درسته. ای پشتی به داکیومنتی خیلی سومی است داکیومنت کنیم 25,000 داکیومنت ای کجا میاریم ما در زمستان. التماس یا چورا بینیم برادر همه یک جای شویم باید. گرگ گوسفند تنها را گرگ تیز میکفونند. برادر باید ما همه کسای جای شیم. سلام علیکم دوستان، برادران، هموطنان. راست گپ همین افسانه های خام همین تاجیک های خودمان در دل من بتون در بطنم زدگی که دیگر نمیخواهم که حتی شنیدن همین از سخنهای شیرینه رو شیرین مادر و همین سخنها علاقه که یک پسی ما تاجیکان رو نشان میدهد. مادامی که در همین جا خیلی پستی تاجیکو پست نیستن انشالله. تاجیکو یک آخیمونش گفت زنه که داخله چی میگه؟ بومونش روز میگه همین اکای فایزدین. بومونش هم استاد شرافالدین گدو دیگون سوال داشت. برادرها اینجا چند قدر آدم پایده ایستاده است. اینش میبرد شعر میخواند و یش میبرد گپ خودش میزد. امانتان مردم سوال جواب کنند. محترم اکوی گدای شرافالدین، یک چیز پرسیدنی هستم. آیا شما سویاز دارید با اکوی دادا جان اتابولایف؟ از برای چی اکوی؟ انشالله برادر عزیز، ما با برادر رهبر سیاسی وطندار دادا جان اتابولایف علاقه داریم و در تماس هستیم و انشالله روزهای نزدیک در علاقه میشوند. انشالله با سوالهای شما پاسخ میگن و خواهشهای شما رو ما رساندگی هستیم و انشالله که اونها در برای انقلاب تاجیکستان کوشش کرده ایستادن که مردم تاجیکستان از این ظلم، از این بدبختی که بالای مردم آمده است آزاد شوند و خیلی زحمت ها کشیدن، زحمت های طولانی کشیدن. انشالله حتما به سوالهای شما جواب خواهم گفت و انشالله برادرای عزیز در همینجا برنامه ما به آخر میرسد و انشالله فردا با شما باز در تماس میشویم و فردا انشالله که از جنایت های رژیم رحمانوف، از دیگر خیانت های رژیم رحمانوف صحبت میکنیم و مرحمت دوستای عزیز، هر نفری که میخواهد در صف راه حق باشد، در صف مردان باشد، در صف این شیردیلان باشد، مرحمت با ما یک جا شوند، مرحمت با ما در تماس شوند. انشالله که ما یک نقشه انقلابی داریم و ما انشالله بهر انقلاب خسته ایم و ما انشالله یک انقلابی آزاد و یک انقلابی برای بهبود بخشیدن وضعیت جمهوری تاجیکستان
تلاش میکنیم و تمام سعی کوشش ما برای برهم زدن رژیم دیکتاتوری و تروریستی امام علی رحمان است که در نقاب دموکراسی مردم و مظلوم تاجیکستان فریب داده و امروز عملهای ناپاک خچه بالای مردم عملی میسازد و انشاءالله که ما و شما در این راه پیروز میگردیم. خداوند ما و شما در این راه پیروز میگرداند. و از همه شما خواهش میکنم در حق استاد گرامی عمر علی قوتوف که در این راه و شهادت رسیدن، استاد بزرگواری ما و شما بدن، صدای اون و نوای این برادر امروز در دید ما، در قلب‌های ما وجود دارد و انشاءالله که ما و شما در حق این برادر دعای خیر انجام بدیم و انشاءالله که اون آرزو و اون ایدئولوژی و اون خواهش داشتن اینه انشاءالله ما بالای مردم میرسانیم و اینه انشاءالله مردم تاجیکستان از این ظلم، از این بدبختی آزاد میکنیم. و امروز قتل کشتاری عمر علی قوتوف ترسی یگان کس نشد، یگان کس از این کار نترسید. ما برعکس در این راه اراده ما قوی میشود، ما مستحکم میشویم که ما برای حق هستیم و برای حق کشته میشویم. این راه راهی مردی و مردانگری است. دوستان گرامی، هر نفر شما میتواند در شهر استانبول روز 24 ساعت 14:00 در نزد سفارت جمهوری تاجیکستان شرکت ورزند و در این کار سهم داشته باشند، سهم خودشان بگذارند. انشاءالله که ما و شما را خداوند در این راه پیروز میگرداند. در حق مردم مظلوم تاجیکستان، در حق مبارزان، در حق دوستان همه دعای خیر بکنیم و انشاءالله دعا کنیم که خداوند ما را به یک انقلابی در فرصت کوتاه میسر بگرداند و ما را پیروز بگرداند و انشاءالله که خداوند با صالحان است و فقط جرأت و توانمندی ما و شما را چیکار میکند و بالا میبرد. خداوند شما را نگهبان باشد. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تا فردا. رحمت کلام شراف‌الدین با شما را امانت به خداوند میسپاریم. تمام مردم تاجیکستان و غریبا را امانت به خداوند میسپاریم. برادرها دعا کنید در حق مدیریت را که شما را ما امانت به خدا میرسانیم که پروردگار امانت ما را با به تاجیکستان ساق و سلامت برگرداند. رحمت. مایش استاد، خداوند نگهبانتون باشه، خداوند زبانتون بالاتر گردونه. برادرای اهل اسلام، ساعتهای 11:00 23:00 با وقت مسکو استاد دوستداری راه حق میبرویند، سوال و جوابای دینی و قرائت بکنند. برادر جون